سلام علیکم، خوش اومدین به ویدیو دوم من. امروز ما میخوایم با هم دیگه یه پروفایل خیلی قشنگ درست کنیم. خب این پروفایل چطوریه؟ که این پروفایل به این صورت که یه حالت شیشه طور داره که داخلش اطلاعاتمون رو قرار میدیم، مثلا تعداد پروژه هایی که انجام دادیم، تعداد لایک هایی که توسط این پروژه ها به دست آوردیم و تعداد کامنت هایی که به دست آوردیم که افرادی که بهشون پروژه دادیم برامون کامنت گذاشته و زیرش 2 لینک گذاشته، یکی برای لینکدین و یکی هم برای یک اپلیکیشنی هست که اسمشو نمیدونم واقعا در واقعیت، که ما تلگرام میزنیم و یه باتن که روش کلیک میکنیم و میفرستتمون به یک صفحه‌ای که ما در اونجا میتونیم مثلا ارتباط بگیره با همون و پروژه بهمون بده. خب بزنید بریم ادامه پروژه و پروژه رو انجام بدیم. خب طبق معمول پروژه قبلی من داخل فایل CSS مون تنظیمات اولیه رو قرار دادم که یک فونت از گوگل فونت گرفتم که این فایل رو براتون میذارم داخل چنل که دیگه نخواهیم بریم دنبالش، و تنظیمات اولیه استارت گذاشتم که یعنی به کل صفحه بیاد این تنظیمات رو بذاره. حالا این مارجین 0 یعنی چی؟ شاید بعضیاتون بلد نباشید. وقتی که حالت دیفالت وبسایتمون میاد یک مارجین بهش میده و یک پدینگ و باکس سایزینگ مشخصی بهش میده، ما با این تنظیمات میایم اون فاصله ها رو 0 میکنیم که بتونیم خودمون اون تنظیماتی که دلمون میخواد رو روش بذاریم. خب توی اینجا ما اومدیم به بادیمون یه دیسپلی فلکس داریم و جاستیفای کانتنت سنتر و الاین آیتم سنتر که بیاد هرچی که داخل بادی گذاشتیم بیاد وسط قرار بگیره برامون. حالا ما اگر بخوایم از الاین آیتم استفاده کنیم که توی این راستای وای وسط قرار بگیره، باید بهش یه هایت بدیم که ما نمیتونیم درصدی بدیم، یا باید پیکسل باشیم یا VH که ما VH میزنیم که مثل همون وسطه که کل صفحه رو میگیره، که کل صفحه رو باید این بادی بگیره که ما بتونیم از الاین آیتم استفاده کنیم و و باکسمون رو وسط قرار بدیم. بعدش ما اومدیم بک‌گراند دادیم با لاین گرادینت که ما این بک‌گراندی که داخل این عکس استفاده کرده رو نداشتیم و اومدیم از یه لاین گرادینت استفاده کردیم که اینها هم کد رنگیشون هست، میتونیم ازشون استفاده بکنیم که طبق معمول باید یه بک‌گراند ریپیتد بزنیم که نو ریپیت باشه که هی تکرار نشه صفحه‌مون. یعنی اگر ما اینو برداریم، اگر عکس باشه یا هر چیز، مثلا صفحه‌مون کوچیک باشه، هی این رو تکرار میکنه که ما واسه جلوگیری از این که ما اگر بخوایم یه بک‌گراند دیگه استفاده کنیم این رو گذاشتیم که اگر عکسمون کوچیک بود یا هر چیز این هی تکرار نشه، و بک‌گراند سایزش رو هم کاور گذاشتیم که یعنی کل صفحه رو بگیره، و فونت سایزی که اون بالا استفاده کردیم رو اینجا قرار دادیم اسمش رو، و این فونت گذاشته نشد این یکی فونت ازش استفاده بشه. و اومدیم تگ های ایمون رو هم یه حالت گذاشتیم که اون خطی که زیرش هست برداشته بشه و رنگش هم طبق اون والدش انتخاب بشه، یعنی هر چیزی به والدش دادیم این تگ ای هم بذاره. حالا ما چون که از باتن استفاده میکنیم دیگه نیومدیم تنظیمات باتن هم براشون بذاریم مثل پروژه قبلی که اومدیم فونت و این چیزها رو بهش دادیم، میخوایم از تگ A استفاده کنیم. حالا میریم داخل پروژه، ما میایم یه دیو درست میکنیم با کلاس پرو فایل. خب داخل این دیومون یه حرف میزنیم که مشخص بشه که ببینیم وسط هست یا نه. ببینید فونتش هم به این صورت. حالا ما میایم به این دیو پروفایلمون، پروفایل دیو، این رو هم میذاریم طبق
اون چیز. خب حالا این دیومون رو میذاریم. حالا ما میایم میگیم یه پدینگ 20 پیکسل بهش بده. خب و حالا میگیم بکگراندش بیاد RGBA باشه که عددهای 255 و 255 باز هم 255 و 200 که میاد یک بکگراند شفاف بهمون میده که برای بلور سازی هست، برای بلور سازی این صفحمون که این شکلی بشه. حالا بعد این ما میایم بنویسیم بک گراپ فیلتر و داخل این بک گراپ فیلتر ما مینویسیم بلور و اینجا 10 پیکسل بهش میدیم اگر درست باشه. بک گراپ فیلتر 10 پیکسل. حالا ما میایم یه وب کیت بک گراپ فیلتر بهش میدیم که داخل این هم بلور هست و 10 پیکسل که یه بلور بهش میده. و بعدش ما میایم یه بوردر 1 پیکسل سالید، این هم RGBA باید باشه، این هم RGBA باید باشه و اینجا هم میگیم 255 و این هم دوباره 255 و 03 که یه حالت شیشه تور بهش بده که بیاد خوشگل بشه. حالا ما میایم یه دونه بخش مخصوص برای این هدرمون درست میکنیم که بتونیم اینهامون رو وسط قرار بدیم. حالا میریم اینجا داخل این میگیم یه دیو هدر پروفایل براش میذاریم و اینجا داخل این یه نگاه میکنیم میبینیم یه تصویر داره و 2 تا متن که اینجا ما میایم میگیم ایمیج src مون این باشه که عکس خودمه، شما میتونید عکس خودتون رو بذارید و یه h3 که اسمتون باشه و یه تگ پی میذاریم که بگیم فونت اند دیولوپر که این توضیحاتمون باشه. حالا ما میایم اینجا میگیم به این تگ پروفایلمون اینجا استایل هایی رو بدیم در نمیدونم دیگه غلط املایی دارم یا نه مثل قبل. یه دیسپلی فلکس الاین جاستیفای
کانتنت سنتر و فلکس دایرکشن کار وسط قرار داد. آره حالا تکست الاینش رو هم سنتر میذاریم که متن بیاد وسط قرار بگیره. حالا ما اینجا میایم به تگ ایمیجمون یه سری استایل ها رو میدیم. یه ویدث 100 پیکسل و یه هایت هم این هم 100 پیکسل. بوردر ردیوس 50 پیکسل باشه. خب و این بک‌گراند ها رو هم بهش میدیم. خب و یه پدینگ 5 پیکسل هم بهش میدیم که دورش مثل این باشه. خیلی هم زیبا. خب حالا برای اینکه این عکسمون وسط قرار بگیره ما میایم به این عکس میگیم دیسپلی بلاک باشه و مارجین اتو، اینطوری میاد وسط قرار میگیره. حالا برای این متن هامون بیایم استایل هامون رو بذاریم. خب ما میایم اینجا میگیم یه h3 داریم و یه تگ p که باید این تگ h3 مون بیاد یک رنگ سفید داشته باشه، یه سفید رو به تیره. خب ما میایم اینجا دوباره این رو بهش میدیم. خب میگیم تو یه h3 داری و تو باید کالرد یه رنگ سفید تیره این رو یکم کم رنگش میکنم که بیشتر کم رنگ باشه. این اوکی به این طور باید باشه. و این رو هم تگ پیمون رو هم دوباره بهش میگیم و این چطوری باشه، طوری یکم تیره، یه خورده کم رنگ تر. این رو بهش میدیم و میگیم تو یه خورده کم رنگ تر و یه فوند سایز 14 پیکسل داشته باش. بله یکم بیشتر. اوکیه این. حالا بیایم این بخشش رو درست بکنیم. این بخشش رو هم بذار این رو چرا باز کردم، این سایز هاشو درست بکنم. اینجا ما باید یه مارجینی بهشون بدیم که از بالا و پایین 20 پیکسل و از چپ و راست 0. اینجوری. حالا برای اینها ما میایم به این میگیم مارجین تاپت، این هم یه مارجینی بدیم. دوباره این هم از بالا پایین 10 و چپ و راست 0. عالیه عالی، مثلا فوق العاده. حالا بریم اون رو درست کنیم. ما میایم زیر این هدرمون یه دیو دیگه درست میکنیم به اسم باکس. خب و این باکس هامون رو داخلش قرار میدیم. ما باید این رو به 2 بخش تقسیم کنیم، یکی این 3 تا و یکی هم این 2 تا که کارمون خیلی تمیز در بیاد و خوشگل تر بشه. حالا ما میایم اینجا میگیم باکس
1 و اینجا دوباره می نویسیم باکس، یعنی این باکسمون، و داخل اینها اونا رو قرار میدیم. حالا باید چی بذاریم؟ یه تگ h4 که اینجا بنویسیم 144 و یه تگ s5 که اینجا باید بنویسیم پروژکت. حالا نگاه کنیم اینطوریه که باید بهشون استایل بدیم. حالا ما میایم اینجا به این میگیم باکس، توی باکس ها و اینجا میگیم دیسپلی فلکس داشته باشن، جاستیفای کانتنت سنتر داشته باشن و دیگه تمام. بریم به این هم یه استایل بدیم. اینجا هم میگیم این بک‌گراند ها رو داشته باشن. بک‌گراند رو چی شد؟ این بک‌گراند رو داشته باشه. تکست الاین اون سنتر باشه. رنگ کالر اینها باشه. آره، یه پدینگ 20 پیکسل. آره 20 پیکسل اوکیه. یه بوردر ردیوس 30 پیکسل باشه. نه 20 پیکسل باشه. و بگیم اوورفلو هم هیدن باشه برام. خیلی بهش بوردر دادیم. بوردر رو 10 بکنیم. اوکی. خب حالا ما میایم از این چند تا کپی میگیریم، یعنی در از 3 تا کپی. حالا میایم به این میگیم ما مارجین از بالا پایین 0 و 20 پیکسل. میتونیم از گپ هم استفاده کنیم. بیایم اینجا و از گپ استفاده کنیم، بگیم 10 پیکسل بهشون بدیم که اینطوری باشه. اینطوری انگار بهترم هست. حالا ما میایم اینجا اینها رو تغییر بدیم. این نمونم 604 چی؟ لایک. و اینجا هم بکنم 44 کامنت. 44 کامنت. این رو هم پیشو با حرف بزرگ بنویسم و این از اینجا. حالا ما میایم باید اینها بس یادم رفت اسپن رو کوچیک‌تر بکنم. گفتم چرا اینها یک دست نیستن. اسپن میگیم فونت سایزش رو 11 پیکسل بذار که خیلی کوچیک بشن. 11 خیلی کمه. 12. این از این. حالا ناهماهنگی هست که ما میایم میگیم اینو پاک کنیم و برای هماهنگ سازی میتونیم از چی استفاده کنیم؟ از ویتس 100 پیکسل
برای اینجا استفاده کنیم و حالا ما میایم این رو کپی میکنیم. اگر درست تا اینجا ما این رو میایم کپی میکنیم و اینجا میذاریم. یکی از اینها رو پاک میکنیم و به اینها ما میایم میگیم این 2 باشه. خب این 2 باشه و این رو داشته باشه و یه مارجین از بالا و پایین 10 پیکسل و 0 پیکسل. این تا اینجا ما میایم میگیم این باکس دومیه. برای دوم دات باکس بیاد ویدثش فقط و فقط 200 پیکسل باشه. این بزرگتر باشه. میتونیم 150 هم باشه. حالا ما پدینگش رو یه خورده کمتر بکنیم. اوکی. این تا اینجا. خب حالا ما باید اینها رو یه خورده مرتب‌تر هم بکنیم. ما میایم اینجا به باکس هاش دیسپلی فلکس میدیم، الاین آیتم سنتر میدیم، جاستیفای کانتنت رو هم سنتر میدیم که اینطوری بیان وسط قرار میگیرن و یه هایت رو هم بدم. اینجا بهتره که هایت داشته باشه. من قرار بود 100 بذارم، 300 گذاشتم. 100 هم زیاده، 50 بذارم، 50 هم بکنم 70. این تا اینجا اوکی. این تا اینجا اوکیه. اینو بکنم 60. اوکی تر شد و به اینها هم یه گپ میدم، گپ 10 پیکسل بدم که اینطوری فاصله داشته باشن. خب حالا بریم اینجا اینها رو تبدیل بکنیم به یک تگ A برای خودمون. اینها اوکیه. یه H رف داشته باشم که ما ستاره میذاریم براش و اینجا هم با دوباره H رف و این رو تگ A میذاریم که چی شد. اینها درستن. آها، ما کلاس رو اومدیم اچرف کردیم و این رو هم ستاره میزنم که دوتاشون یک کلیکی داشته باشه. این تا اینجا. حالا بریم ادامه این باتم رو درست بکنیم. ما میام اینجا میگیم این باکس باید بیایم یه دونه دیگه درست کنیم به اسم BTN، یعنی همون باتم. یه BTN دیگه باتم. راستی میخواستیم تگ A بذاریم، یه تگ A میذاریم و میگیم contact me درست نوشتم که نگاه کنم. من زیاد املای انگلیسی خوب نیست. contact me. خب این از این. حالا ما داخل این A باید از یه اسپن استفاده کنیم. خب بریم حالا برای آیکون هامون که همینجا رو بذاریم و همینجا. ما میایم اینجا مثل پروژه قبلی داخل بوتسترپ میریم و داخل آیکون ها میایم پایین و اینجا این لینک رو
برمیداریم و میایم اینجا و اینجا قرارش میدیم و از آیکون ها استفاده میکنیم. حالا میایم بالا و اینجا اول از همه ما یه تلگرام تلگرام رو برمیداریم و اینجا می نویسیم رام، ببینم جاش درسته، بله تلگرام، و این رو هم اینجا قرار میدیم برای تلگراممون و اینجا هم میگیم میریم اینجا و لینکدین رو انتخاب میکنیم. لینکدین و اینجا هم لینکدین میذاریم. و لینکدینمون رو هم قرار میدیم. این تا اینجا. حالا بذار برای اینها باکس 2 H3 رو یه خورده بزرگتر بکنیم. جاسته فونت سایز 17 پیکسل بذارم، بیشتر میخواد 4 درست میذارم که 4 باید بذارم. اینجا هم آره H3 نیست. خب H4 و حالا میبینیم که بهتر شدن. حالا بریم برای باتن هم این چرا باز شد. باتن هم میریم اینجا و ما سرچ میکنیم سند و میایم این رو انتخاب میکنیم و داخل این قرارش میدیم. حالا ما میایم استایل های مربوط رو براشون میذاریم. خب ما این کامنت رو میذاریم و بریم درستش کنیم. باید یه بک‌گراند بهش بدیم و وسط قرارش بدیم. میایم اینجا این BTN رو میذاریم و میگیم یه مارجین از بالا و پایین 10 و 0 پیکسل. حالا بیشترش کنیم بهتر. دستم میخوره به این پریمیر و باز میشه. این چه شل است بازی من دارم نمیدونم. خب این تا اینجا اوکی. حالا من چرا به این راستی بک‌گراند به این بوردر ریدیوس ندادم، خیلی سوتی بدیه که من دادم تو اینجا. آها حالا شد. حالا میگیم به تگ ایت یه بک‌گراند بده. بک‌گراندت رو هم FF باشه. خب حالا بذارین من بک‌گراند این رو از چت جی پی تی برداشتم بهتون بگم که چی بوده. خب این بک‌گراندش، حالا اگر
برداریم، ما این بک‌گراند رو بهش میدیم لاین گرادینت باشه. هشتگ رو برداریم و یه کالر بهش بدیم که یه آبی تیره باشه. خب این تا اینجا، این رو ببندم. نراستی این چرا آبیش کرده، باید این باشه و این رو هم اینطوری. آره حالا خیلی هم تیره نباشه. حالا برای اینکه ما بیایم اینها رو درست درمون درست کنیم، یه از پدینگ استفاده میکنیم از بالا پایین 10 پیکسل و این چپ و راست 50 بیشتر باشه 200 خیلی زیاد شد 100 این اوکی و این رو هم بکنم 20 یه border radius 30 پیکسل بهش بدم اینطوری گرد بشه، این همون 10 باشه. این از این و این رو درست کردیم. طبق این عکس خیلی شبیهش نشد چون که بک‌گراندش شبیه نبود و بیشتر شبیه شده چون بک‌گراند و این چیزهاش اون نبود. خب و این هم از این. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما کامنت بذارید که بدونم شما چه چیزهایی میخواید برای پروژه های بعدی تا براتون درست بکنم. حالا شاید واسهتون سوال باشه که چرا من این پروژه ها رو با ریاکت درست نمی کنم، چون که اینها خیلی ساده هستن و با HTML CSS هم میشه درست کرد. خود دیگه اون هم از JSX استفاده میکنه و مثل همینه و میتونید درستش کنید. خیلی ساده است، چیز خیلی سنگینی نداره که بخوام با ریاکت درست کنم و بهتون توضیح بدم و یاد بگیریم. حالا ما میتونیم از این دکمه استفاده کنیم، مثلا داخل این لینکمون بریم لینک پروفایل کارلنسر یا سایت freelancer.com رو قرار بدیم که بتونید این رو کلیک کنیم، یا میتونیم این رو تغییر بدیم و رزوممون رو بزنیم و وقتی که روش کلیک کردیم بره و داخل رزوممون رو نشون بده. خب امیدوارم که خسته نشده باشید و خدا نگهدار. حتما ساب کنید.